شرم و حیا به حد ارزان و ناچیز شده. بین زنان و دختران مسلمان نمیدونه حجاب به چه خاطر پوشیدن. ای خواهران و مادران مسلمان، حجاب تنها یک متاع نیست، بلکه رمز حیا و عفت و اطاعت الله است. چگونه می شود که حجاب بر سر باشد اما در اینترنت با رقص و بازی، خودنمایی و به جلب نظرهای نامحرمان مشغول می شوید؟ در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: از اهل دوزخ دو گروهند که هنوز آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه زنانی که لباس دارند ولی عریانند، مردم را به فتنه میکشند و خود نیز میل میکنند. آنها به بهشت داخل نمیشوند و حتی بوی آن را هم نمییابند. خواهرم، لایک ها، تماشابینان و مشهوریت یک روز عیبان میروند، اما هر نواری که سبب گناه میشود میتواند بعد از مرگ انسان هم گناهش ادامه یابد. پیش از نشر هر ویدیو از خود بپرس: آیا من راضی هستم که این عمل را روز قیامت در نزد الله ببینم؟ از الله بترس و حجابت را با حیا، عفت و رفتار شایسته زیبا گردان.